سزاوار پرستش است آغاز میکنم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اولا از خداوند منان مسئلت میکنیم که خود گوینده و شنوندگان و بینندگان را توفیق بر طاعت، پرهیز از معصیت کرامت فرماید. موضوعی که امروز در این برنامه آنلاینی صحبت کردنی هستیم تمام موضوعی که پیشتر صحبت کرده بودیم در باب نماز است. البته هر یک فرد مسلمان می‌داند که نماز عبادتی هست که چنانکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشون فرمودند با روایت جابر که امام احمد روایت کرده است، نماز کلید جنت است. و یک حدیث هم در ذهنم آمد با روایت امام بخاری است که پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید کل امتی یدخلون الجنة الا من ابی. حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند همه امت من داخل جنت می شود مگر کسی که جنت را خود نخواهد. قیل من ابا یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. مرد تعجب کردند و گفتند که جنت همینقدر مقام عالی، همینقدر مقام بلند، چگونه کسی جنت را نمیخواهد؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که من اطاعنی دخل الجنة و من عصانی فقط ابا. رواه البخاری. یعنی کسی که اطاعت مرا میکند داخل جنت میشود و کسی که بیفرمانی مرا میکند او جنت را خود نمیخواهد. البته پیش از آن که انسان وارد نماز شود یا بالای سجاده برآید، البته همگان میدانند که او باید طهارت داشته باشد، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم در همین حدیث فرمودند که یعنی نماز کلید جنت است و کلید نماز طهارت است. یعنی طهارت هم فایده های مادی دارد هم فواید معنوی دارد. یعنی ما ببینیم حتی خود طبیبان غیر مسلمان هم اعتراف میکنند و اعتراف میکنند که در کشورهایی که جامعه های مسلمان نشین بسیاری افراد از بسیاری کسانی هایی که از سبب شستشو نکردن گرفتار میشوند آنها امین هستند، چون که چه پسر بچه و چه دختر بچه وقتی که به سن بلاغت میرسند و شستن اعضاهای خود مشغول میشوند و دست خود روی خود را میشویند، شستشو میکنند و اصطلاح امروزه از بسیار ویروس ها هم امین میمونند. این یک نعمت بزرگی است. البته خداوند انسانیت را آفرید و همه برد و باخت آن را در قرآن عظیم شان معین کرد و توسط پیامبر علیه السلام و علمای را به مردم بازگو نمود و ارشاد نمود که باید بندگان همه وقت اطاعت خداوند را کنند، چون که الله سبحانه و تعالی انسانیت را برای عبادت آفریده است. و طهارت به درجه عالی است که بلند است که حتی در خود کتاب نام حق میگوید که چون بیاری طهارت ظاهر باطن نیز حق کند طاهر. وقتی که انسان بیرون خود را ظاهر خود را شستشو میکند امید است که خداوند باطن او را نیز پاکیزه میگرداند. و حتی لباس های نمازخوان باید که پاکیزه باشد، یعنی آلوده نباشد. این یک نعمت بزرگی است که انسان وقتی که انسان نمازی است با نماز سر و کار دارد همه وقت در پی خود است که باید لباس های او شستشو باشد، یعنی لباس های چرکین یا لباس های کار نشویه هم نداشته باشد.
و کوشش کند که با لباس‌های شینا و با لباس‌های آزاده پیش خداوند یعنی عبادت خداوند را انجام بدهد و پشت هر نماز هر دعایی که هر مقصدی که هر مرامی که دارد دعا کند. امید است که دعای او قبول می شود. و در یک حدیث دیگر نیز آمده است که حضرت بلال رضی الله تعالی عنه را پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که یا بلال تو چه عملی نیک داشتی که در شب معراج صدای کفش های تو را پیش خودم شنیدم. این بسیار مقام عالی و مقام بلند است. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه میگوید که عملی نیک را نمیدانم، اما هر وقت ها که طهارت کرده باشم 2 رکعت نماز خوانده. به اصطلاح یعنی شکر وضو میگن یا تحیت وضو میگن. در عادتا مردم ما تاجیکان شکر وضو میگن، هرچند که این فرض نیست، واجب نیست، امر استحبابی است. اما حضرت بلال رضی الله تعالی عنه پیوسته این عمل را انجام میدادند و به سبب این قدر درجه عالی برای او صاحب شدند. انسان کوشش میکند که همه وقت به عمل صالح سر و کار داشته باشد. ما ببینیم قرآن عظیم شان خداوند در سوره عصر میفرماید استعیذ بالله والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خداوند به وقت نماز عصر یا به یک عصر که عبارت از 100 سال است قسم یاد میکند که انسان یعنی جنسیت انسان در زیان است، مگر در زیان است کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند که نماز خواندن از این جمله عملهای صالح است. و انسان وقتی که بالای سجاده میبراید البته عادت و فعلهای قولی و فعلهای عملی مخصوص خود را دارد. او البته اول نیت میکند. پیش از همه تاکید است که خداوند در قرآن عظیم شان فرموده است استعیذ بالله و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. یعنی بندگان مأمور نشدند مگر مأمور شدند در سوره بینه به عبادت کردن خداوند با اخلاص. یعنی اخلاص چی است؟ اخلاص کار دل است. وقتی کار دل میگیم در وقتهایی که در مکتب میانه میخوندیم یک کتاب فنی زبان روسی بود با نام خانش، در اونجا درباره فعالیت کار دل گفته شده بود. البته دل چیزی هست که از اون خداوند آگاهی دارد و نیت‌های نماز هم با دل میشود. هم با زبان گفتن او قصد با همراهی لفظ افضل است میگویند. یعنی هم با زبان هم با دل نیت کردن، با زبان گفتن بهتر و خوبتر است. یعنی امر استحبابی است. اما نگفته نماند که عبادت ها، عمل ها، احکام ها بعضی ها ربط فقط به دل دارند و زبان بیکار است و بعضی احکام هایی هستند که به زبان مرتبطند، ارتباط دارند و یعنی قلب از اونها بیکار است. نماز عبادت های محضه هستند. عبادتی هست که دل نیت ارتباط دارد. فرضاً برای ساده کرده عامه فهم کرده بگوییم اگر یک نفر اگر نماز پیشین نیت خواندن دارد اما در زبانش نماز عصر می رود، نماز پیشین او درست می شود، چون که نیتی او قصدی او خواندن نماز پیشین بود. و نیت کار دل است. کار دل بسیار قوی است و عمل کار اعضا است یا کار جوارح است. البته نیت عمل ثواب وقتی کامل می شود، پوره می شود که او با عمل پیوند باشد. یعنی هم نیت باشد هم عمل باشد، اگر ثواب کامل و مکمل می شود. و عادتا در خیلی قبلا اشاره کردم گفتم درباره کار دل بزرگان میگن بسیار قوی است. ببینید که دل یک تیکه گوشت است.
همچنانی که طبیبان میگویند هر یک انسان دلش به اندازه مشتی اوست و همین تیکه گوشت در یک دقیقه قریب خطا نکنم حدود 4 لیتر قریب خون یعنی تله میکند یا پوف میکند در یک شبانه روز. با قول طبیبان از 5 تا 7 تن خون تله میکند یا پوف میکند. اشاره به سوی این است که ما ببینیم چقدر این اعضا اقتدار دارد، یعنی خداوند قادر چگونه اعضای انسان را آفریده است که اشاره به سوی این است که همچنانی که در آثار آمده است من عرف نفسه فقط عرف ربه. البته در حدیث بودن این گفتار کلام است، اما کسی که خودش را بشناسد خدای خود را میشناسد. ما ببینیم که یک انسان 70 سال 80 سال یا 90 100 سال یا زیاده 100 سال عمر میبیند، همین تیکه گوشت به ایست در خدمت او است. به تعمیر یگان عضو او، به تعمیر یگان جزء او یک کش انسان در خواب است، در بیداری است، در کجایی که نباشد، شب است، روز است، جوان است، پیر است، این اعضای او در حرکت است. این روز یگان قدرت به این درجه اسباب قادری ساختن نیست که اینقدر قدرت و توانایی داشته باشد که در مدت 70 80 یا 100 سال به ایست برای انسان خدمت کند و این البته شکرانه میخواهد. و مردم هم عامه مردم ها البته سخنهایی که ما میگیم بیشتر برای مردم عامه است، چون که اهل علم که با کتاب سر و کار دارند از این احکام های شرعی یعنی خبر دارن، آگاهی دارن و فکر میکنم هم نیاز به گفتگوی ما هم ندارن و ما بسیارتر برای عامه مردم صحبت میکنیم. و در اینجا میگویند که خدا توفیق اشتیاط عبادت میکند. صاحب کتاب نام حق اولی کتاب 4 کتاب بسیار خوب ساده روان فرموده است که میگوید حیات داد، صحت داد، قدرت، همین توفیق باشد بهر طاعت. مکو دیگه بهانه نکند، نمازت را همه باید ادا کرد. وقتی که انسان حیات دارد، زنده است، صحت سلامتی جسمانی دارد، قدرت نشستن و خیستن دارد، حرکت کردن دارد، بهر عبادت بزرگان میگویند همین توفیق است. توفیق دیگر خیلی نمیشود. و قبلا هم اشاره کردیم گفتیم که خداوند در قرآن به اخلاص ما را دعوت میکند. یعنی اخلاص چی است؟ حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه فقط انسان با اخلاصش نجات می‌یابد. و صاحب مثنوی هم در یک شعر در مثنوی خود بسیار خوب فرموده است که هر آن که در عمل اخلاص دارد مقام اندر حریم خاص دارد، عزیزانی که ذکر خاص گویند خلاصی خویش در اخلاص جویند. یعنی اخلاص یگانه چیزی است که انسان را نجات می‌دهد و از عبادت و انجام عبادت خود لذت می‌برد. عبادتی که اخلاص نداشته باشد اگر البته او لذت ندارد و عبادتی با اخلاص همه وقت انسان را سعادتمند می‌کند و به قله‌های بلند انسانی و کمالات انسانی برده می‌رساند. و عارفان خوب میگویند که اخلاص چی است؟ اخلاص همین است که انسان در عبادت خود وقتی که عبادت میکند او باید با تعریف یا مدح یا ذم مردم یگان دیگرگونی برای حاصل نشود و هر عملی نیکی هم که انجام میدهد او را فراموش کند تا اینکه در عجب پیدا نشود، یعنی خودبینی پیدا نشود و ثواب عمل خود را آنچه انجام میدهد او را از خداوند منان در آخرت طلب کند. این وظیفه هر یک فرد مؤمن و یعنی فرد عابد و عبادت کننده است. و درباره دل هم گفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث مبارکشون هم می‌فرمایند که از حدیث متفق علیه است از
ابي عبد الله نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين لا بأس. السلام عليكم. عليكم السلام. الو. لا بأس گوش کردیسن. لا بأس. عليكم السلام گوش کردیسن. خدا را شکر. سلامت باشین غازی. دوستان سوال میدین که در وقت نماز خواندن اگر ثنا یا اینکه عادتاً چه خیلی که گفتن خواندن سبحانک اللهم را فراموش کند باید سجده سهو انجام دهد. البته هر یک فردی که به خواندن کتاب‌های فقهی مشغول است یا شغل دارد در شرایط فعلی با همه زبان‌ها البته همه احکام‌های شرعی طبع و نشر می‌شوند. البته انسان وقتی که خواندن سبحانک اللهم در نماز یا خواندن ثنا سنت است. وقتی که ترک سنت می شود یعنی فراموش میکند و سبحانک اللهم را نمیخواند البته انسانی که در خاطر داشته باشد یا قصداً ترک نمیکند چون که نماز عبادت است، عبادتی است که با ذکر و فعلی و قولی شامل است. فراموش کرد اگر سجده سهو برای او لازم نمیشود. یعنی سجده سهو و ترک واجب می شود یا با تأخیر فرض می شود یا با تأخیر واجب یا با تکرار واجب. اما در ترک یعنی سبحانک اللهم سجده سهو لازم نمی شود. فکر میکنم که دوستان جواب خودشون گرفته باشند. در همون حدیثی که از نعمان بن بشیر رضی الله تعالی روایت کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند تاکید کردند ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینهما امور مشتبهات لا یعلمهن کثیر من الناس. لبه لا یعلمهن کثیر من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه و عرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى كراع يرعى لبه. علیکم السلام. خدا را شکر شما نازنین تنجه سلامتین به مالو گرزن. سلامت باشین خدا نگهدار باشه. یعنی برادرم سوال میگه لبه الو. لبه الو. گوش کردیستم لبه. علیکم السلام. خدا را شکر. خدا را شکر. سلامت باشین خدا شری بخیر بیمالو. سلامت باشین خدا نگهدارتون باشه. خب سوالی که دادن اول کسی که یعنی استعاذه اعوذ بالله گفتن رو در نماز فراموش کرد و با نماز شروع کرد و خوندن سوره فاتحه. البته در ابتدا وقتی که انسان شروع میکند با اعوذ بالله و بسم الله شروع میکند و بعد در رکعت‌های بعدی تسمیه میگوید یعنی بسم الله الرحمن الرحیم میگوید و
خواندن سوره فاتحه را آغاز میکند و حکمش هم در امر سنت است. و سوالی که بعدا دادن که در نماز با وسواس گرفتار میشد، البته خود هر کسی که نباشد بالای سجده میبراید، که نباشد خود در خاطره و هر گونه فکرها و هر گونه خیالها پیدا میشود، اما انسان وظیفه‌دار است که با آنها باید اهمیت ندهد و روی سجاده باشد و بداند که از دنیا چی میبرد، فقط همه هوش و گوش و خیال خود بر نماز باشد و به یک خاطر جمع نماز خود را ادا میکند. وقتی که تسبیح میگوید یا قرائت سوره فاتحه میکند یا که ضم سوره میکند، هم در همه حالتها فقط خداوند را پیش رو کند و بداند که از دنیا چیزی که عارفان میگویند از دنیا به اما اندازه سجاده خود نصیب او میگردد. حتی ما ببینیم، پیشترم گفتنی بودیم از یادم رفت، و در ابتدا دست میبردارند برای نیت کردن. این هم امر شرعی است، توقیفی است. و البته در برداشتن دست اختلاف وجود دارد بین دانشمندان، بین فقها. در خود مذهب نزد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تا برابر گوش برداشته می شود. یک اشاره همین است که آدمای ناشنوا تا اینکه بینند که و بدانند که نماز شروع شد، اما عارفان بسیار یک تحلیل بار دیگر کردند که میگن به این مضمون است که انسان هر چی که دارایی که دارد از خود پشت سر میپرتاید و تنها دست خالی به آخرت سفر میکند. وقتی که چنین احساسات در وجود شخص نمازخوان باشد، البته او با یک خاطر جمع به یگان خیل وسواس نماز خود را ادا میکند و از نماز خود بهره میبرد و راحت میکند و نماز او را برای راست، برای صراط المستقیم هدایت میکند، چون که نماز هم معراج بنده مؤمن است، یعنی انسان را به درجه عالی بلند میرساند. و در حدیثی که گفتیم در بابی که لا یعلمهن کثیر من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه و عرضه و من وقع فی الشبهات وقع فی الحرام كراع یرعی حول الحمى یوشک ان یرتع فیه. الا و ان لكل ملک حمى و ان حمى الله فی ارض لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. ما بینیم یعنی قلب انسان پادشاه وجود انسان است. وقتی که قلب انسان اصلاح شود، تمام وجود انسان اصلاح می شود و همیشه او برای راست، برای صراط المستقیم حرکت میکند یا که عمل میکند. البته در باب نیت گفتیم که نیت وابسته به، یعنی هم به قلب وابستگی دارد و هم بعضی عمل‌های هستند که به زبان وابستگی دارد. خصوصا نماز، یعنی روزه، زکات، اینا به قلب انسان وابستگی دارند و هر نیتی که داشته باشد در قلبش همون است. اما بعضی عمل‌های هستند، بعضی احکام‌های هستند که آنها به زبان وابستگی دارند. از آن جمله نکاح یا اینکه قسم یا اینکه طلاق، اینا چیزایی هستند که به زبان انسان وابستگی دارند و قلب از اینها یعنی بیکار است. هر آنچه که از زبان او شنیده می شود و گفته می شود همان اعتبار دارد. همچنین که فرض کنیم در باب اقرار هم یک نفر اگر از یک نفر قرضدار باشد، وقتی که 100 سوم قرضدار باشد، اگر 200 سوم اقرار کند در ذمه او 200 سوم میگردد، اما برای اون شخصی صاحب مال حرام نیست که حق زیادتی از این آدم یعنی طلب کند.
و دیگر اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشون فرمودند که ثلاثون جدهن جدون و حزلهن جدون، یعنی سه کاری هست که جدیش هم جدی هست و حزلش هم جدی هست: النکاح و طلاق و الیمین. و بعضی روایت ها اطاق یعنی تا که آزاد کردن بنده ها آمده است. یعنی الفاظ نکاح یا طلاق اینا چیزی هستند که به زبان انسان وابسته است. اگر نفری هم که در وقتی که نفس خودش رو میبخشد یا که در حالت لبه الو لبه علیکم السلام بیمالو گردیم. سلامت باشین، خیلی یاد باشین. این برادرم سوال میگه که وقتی که انسان بر رکوع میرود در رکوع تسبیح رکوع رو فراموش میکنه، یعنی سبحان ربی العظیم رو فراموش میکند. البته گفتن تسبیحات، تکبیرات انتقالات، یعنی تکبیراتی که بر رکوع میرود انسان از رکوع به قیام میرود، به قامه میرود و از قامه و سجده میرود، همه تکبیرات انتقالات میگن. این را در حالت حبوط و صعود همه اینا گفتنشون سنت است و به ترک اینها اگر قصدن نباشد، اگر یعنی سجده سر برای آنها لازم نمیشد. البته قصدن باشد کار خوبی نیست، ترک سنت شده است و باید که انسان در بالای سجاده وقتی که میبرید نیت میکند تحریمه میگن. معنی تحریمه همین است که همه اشیاء را انسان بر خود حرام میگرداند، فقط نماز را برای خود عبادت قرار میدهد و همه هوش و گوش خود را، همه حواس خود را، هوش و حواس خود را برای عبادت آن انجام میدهد که البته معلوم است که اون نمازی که امروز ما و شما ادا میکنیم وقتی زیادی را هم نمیگیرد، اما باید که با یک خشوع و خضوع باشد. همون نماز پیشتر هم گفته بودیم که نماز کسر صدق و صفا نیست، گرت در کعبه بگذاری روان است. یعنی نماز باید صدق و صفا داشته باشد، صمیمیت داشته باشد، یعنی اخلاص باشد در نماز. یعنی با اخلاص تام اون نماز را باید ادا کنیم. چنانچه قبلا هم اشاره کردم که خداوند در قرآن عظیم الشأن اینا برای ما و شما تاکید کرده است و بازگو نموده است. و انسان همه وقت باید که به عبادت خداوند لبه الو لبه بله، پخش مستقیم بخش آنلاینی از مرکز اسلامی. بیمالو سلامت باشین، خیلی گرم باشین. خب این دوست ما سوال می‌کرد که در رکعت آخران در نمازهای رباعی یعنی 4 رکعته وقتی که در نماز در لبه علیکم السلام بیمالو خب سلامت باشین، خیلی گرم باشین. خب سوالی برادرمون که سوال پیشین هر چون قریب یک رنگ بودن، یعنی کسی که در رکعت آخران نماز رباعی 4 رکعته با جماعت همراه میشوند، 3 رکعتی باقی مونده را چگونه باید ادا کنند؟ البته در اینجا وقتی که در رکعت آخران
با امام همراه میشویم، انسان وقتی که رکوع را دریافته باشد اگر آن رکعت محسوب میشود، هنگام نشستن با همراه امام تشهد را میخواند، قول مختار است که درودها را میخواند تا سلام دادن امام، همون چیزی که معمولا اجرا کرده میشود خوانده میشود را میخوانند. وقتی که امام سلام داد میخیزد کل مغربی میگوید، تقوا بر قول امام محمد رحمت الله علیه است. لبه السلام علیکم. علیکم السلام. الو. لبه علیکم السلام. بمالو بخش مستقیمه بمالو سواب. سلامت باشین، خدا نگهدارتون باشه. خب وقتی که رکعت چهارم فتح گفتیم به قول امام محمد رحمت الله علیه است، باقی مانده را کل مغربی میخواند. البته قاعده اصولی است که هر یک نمازی که دو رکعت شد او قاعده دارد، قاعده واجب است. یک رکعت با سوره میخواند، می‌نشیند، اتحیات را میخواند، بعد فارغ شدن از یعنی از امام، یعنی وقتی که امام سلام داد و باقی مانده نمازهای خود میخواند، در اصطلاح فقهی مسبوق میگن، دارد مسبوقانه، یعنی حکمی منفرد دارد و تنها گذارد، با اعوذ بالله بسم الله سر میکنند، میخواند یک رکعت میشیند، اتحیات میخواند، با خیزه رکعت با سوره رکعت دیگر بیزه میسوره، یعنی یک رکعت با زمی سوره میخواند و یک رکعت دیگر به سوره تنها سوره فاتحه میخواند و نماز را به اتمام میرساند. و بعضی دانشمندان دیگر هم گفتند که کل مغربی یعنی دو رکعت دیگر میخواند، میشیند، اتحیات میخواند و میخیزد یک رکعت دیگر به سوره یعنی به زمی سوره میخواند و نماز خود را به اتمام میرساند. و این دوست دیگری ما که سوال دادن یعنی سجده کردن به چند اعضا. البته خود معلوم است که انسان هم با روی یعنی روی، پیشانی، بینی و دستها و زانوهای خود را به همه اعضای خود را بر زمین میرساند و برداشتن دستها میگوید. اگر انسان در وقتی که سجده انجام میدهد اگر هر دو پای خود را بردارد، یعنی از سجده مقدار یک رکن اگر با شرط همون خیلی انجام میدهد اگر برای مشکلات دارد و اگر یک رکن را چون انجام ندهد اگر یعنی نماز او درست میشد. البته اگر این کار را قصدن انجام میدهد اگر او برای کراهیت دارد، یعنی هر جو که کراهیت میگوید این کراهیتی تحریمی است. و اون کل مغربی یعنی هم میشد من حیث قرائت ادا کرد، هم میتواند که به مانند ترتیب یعنی نماز شام که دو رکعت دیگر میخواند و یک رکعت خونده بعد نماز خود را به اتمام میرساند. این تعلیماتی نزد خود فتواهایی که در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این آورده شده است. و وظیفه انسان هم همین است که بالای سجاده وقتی که میبراید با یک خشوع گفتیم، با یک خضوع پررنگ با تمام هستی خود باید استقبال و قبله کند. اخلاص گفتن چنانچه که در حدیثی که حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه روایت کردن که در موضوع گذشته گفته بودیم، وقتی که میپرسند که اخبرنی عن الاحسان، یعنی احسان را محدثین به معنای اخلاص شرح دادن، میگن که تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک، یعنی عبادت خداوند را همچنانی که گویا که تو را میبینی. البته انسان در دنیا قدرت دیدن خداوند را ندارد، چون که انسان، وجود انسان، بینایی انسان، همه اینا چیزهای فنا شونده و پاینده نیستند و خداوند که ازلیت و پاینده و دائمی است او را دیدن نمیتواند. اما عادتا انسان وقتی که بیند یک راهبر یا که یک سردار او را نظاره میکند،
همون عمل فرموده او را با تمام هستیش انجام می‌دهد. و این چنین وقتی که انسان بالای سجاده می‌براید، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که تعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. یعنی الله سبحانه و تعالی تو را می‌بیند و می‌داند که با چه مقصد و با چه نیت عمل کرده ایستاده و چگونه عبادت می‌کنی، چون که خداوند از قلب‌های انسان آگاهی دارد. و ما ببینیم در بسیار جاهای قرآن خداوند به قلب اشاره می‌کند و امروز هم خیلی گفتیم طبیبا اثبات کردند که دل چگونه اعضای مقتدر است، چقدر اعضای توانا است و باید انسان همیشه با دل پاک، با نیت پاک و عبادت خداوند منان باید که چی باشد، مشغول باشد و عبادت کند. و سوالی هم آمده بود پیشتر که درباره سجده تلاوت، سبب واجب شدن سجده تلاوت که برای چی سجده تلاوت انجام داده میشد. البته ما ببینیم در کتاب‌های فقه آمده است که لبه علیکم السلام. بله، پخش مستقیمی بخش آنلاینی مرکز اسلامی. بیمالان قبول است. روز در مورد خب قبول است. روز من در مورد چی صحبت می‌کنم؟ خب پاسخ سوال شما رو ان شاء الله میدم. خب سوالی که پیشتر آمده بود در باب سجده تلاوت، تکرارا یعنی باب سجده تلاوت. البته سجده تلاوت در کتاب‌های فقهی آمده است که تجیب سجدتون بین تکبیرتین، یعنی سجده تلاوت یک سجده است بین دو تکبیر برای حبود یعنی فرآمدن و خیستن، ارتفاع، بلند شدن. البته حکم تکبیرها حکم تکبیرها امر استحبابی است، یعنی مستحب است تکبیر گفتن و نیت کردن. نیت سجده تلاوت چون است که نویت ان اسجد سجده تلاوت متوجها الی جهت الکعبه خالصا لله تعالی. الله اکبر سجده میکنن، بعدا تسبیح هایی که و فیها سبحت سجودی. لبن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. گوش کردیم خواهد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بهم الان رفت. قبول است. خب سلام میشه. خواهرمون فراموش نکنه میگن نه با زبان نیت کردن نماز، یعنی سجده و فیها سبحت سجود، یعنی در سجده تلاوت تسبیح های سجود است. اون تسبیح هایی که در سجده گفته میشه سبحان ربی الاعلی، همین رو 3 بار یا 5 بار یا 7 بار به اندازه، یعنی تسبیح ها رو میگوید و این دعا را بعد خیستن، بعد الله اکبر گفتن که حکم تکبیر ها گفتیم مستحب است، اما خود سجده فقط واجب است نزد ابو حنیفه رحمت الله علیه. و وجوبیت سجده تلاوت فوری نیست. ما بینیم اگر حج فوری است، اگر امکانات حجی برای انسان پیدا شد و بعد در حال حج را انجام بدهد، اما سجده تلاوت هر وقتی که لبه علیکم السلام و رحمت الله. خب قبول است. سوالی خواهر جواب بدیم. و
سجدت للرحمن و آمدت بالرحمن فاغفر لی ذنوبی یا رحمان سمیعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. یعنی این دعایی که بعد از فارغ شدن از سجده خوانده میشه. لبه لبه علیکم السلام. خدا را شکر. بیم الان درباره تقدیر سلامت باشید. از من سوالای گرفتگی و جواب بودم. سوال شما را ان فراموش نکنم. میگم شما الو خلاص من سوال را جواب بودم. سوال شما را میگم ان شاء الله. خب درباره تقدیر میپرسم و خود معلوم است که در قرآن عظیم الشأن در 14 جا یعنی سجده تلاوت است. تلا من تلا آیتان من 14 آیت التي في آخر اعراف و رعد و نحل و بنی اسرائیل و مریم اول الحج و فرقان و نعم و الف لام میم و صاد و نجم و انشقاق و اقرا. اگر فراموش نکرده باشه نگونتش نمانده باشه در 14 جا آیت سجده تلاوت است. وقتی که این سجده ها را خوان انسان سجده میکند. اما سبب برای چی با کدام سبب باید سجده میکند؟ در کتاب مجالس اسلامی شمسیدین مستور در همونجا در کتاب همون آورده شده است که نفری از همین قاضی شمسیدین میپرسن که سببی یعنی اشکالی دارم. میگن دانشمندی با نام شرف الدین خطا نکنم شرف الدین منیری سوال میگن که در خود آخری فتوای خلاصه آمده است سبب سجده کردن تلاوت به چی خاطر است؟ میگوید که سجده کردن یعنی سجده تلاوت از دو امر خالی نیست. یعنی یا اینکه وعد است یا وعید است. یعنی یا قصه وعد است یا قصه وعد است. هر نوع قصه وعد باشد اگر وعده باشد سجده کردن به خاطر یعنی شکر و به خاطر رجا است و هر جا که وعید باشد اگر به خاطر خوف خدا است. یعنی سجده کردن گفتیم قبلا حکمش واجب است و انجام دادن یو فوری نیست. هر وقتی که انجام بدهد قضا نمیشود فور نمیشود و خلاصه که باید پیش از مرگش اون سجده را انجام بدهد. کوشش کند که فراموش نکند زودتر اون سجده خوانده‌اش را در جای خود انجام بدهد. و سوال دیگری که خواهرمان دادن با لفظ گفتن. ما پیشتر هم اشاره کردیم که قصد مع لفظ افضل است. البته نیت با دل با قلب نیت کردن فرض است اما با زبان گفتن امر استحبابی است. قصد با همراه لفظ افضل است. البته گفتیم ثواب نیت یعنی کار دل است وقتی کامل میشود که همراه با عمل باشد. یعنی هم قصد مع لفظ افضل هم با لفظ گفتن هم با نیت با قلب نیت کردن این بهتر و خوبتر است. و دیگر این دو برادر دیگر ما سوال دادن از تقدیر. البته این تقدیر یک امر بسیار پوشیده است. خطا نکنم اگر در مرقات شرح مشکات در این باره آمده است یک روایتی از حضرتی میگن روی سئل عن علی بن ابی طالب عن علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه یعنی مرد از حضرت علی رضی الله تعالی عنه پرسید که اخبرنی عن القدر. یعنی گفتن که ما را از قدر خبر بده که قدر یعنی تقدیر چگونه است. هر چیزی که در انسان در حیات انسان در زندگی انسان می شود از مقدرات الهی بیرون نیست. ایشون سعی و تلاش خود را میکند اما او تقدیر در مجرای خود روان است. وظیفه انسان عمل کردن و پوز کردن از تقدیر نیست. البته میگه مرد پرسید از حضرت علی رضی الله تعالی عنه گفتن که اخبرنی عن القدر یعنی ما از تقدیر خبر بده. حضرت علی رضی الله تعالی عنه گفتن که طریق مظلم لا تسلکه یعنی تقدیر یک راه تاریکی است که بر او راه نرو. و اعاد السؤال با دوباره پرسیدن که اخبرنی عن القدر مرا گفتن از تقدیر خبر بده. گفتن که
بحر عمیق لا تلیجه، یعنی بسیار یک بحر چقری است که در او داخل نشود گفتند. و اعاد السؤال، باز مرتبه سیوم باز پرسیدن که اخبرنی عن القدر، از تقدیر مرا خبر بده که تقدیر چی است. گفتن که سر من اسرار الله فلا تفتشه، یعنی یک سیر الهی است، یک سیر از اسرار خداوندی است که ایرا تفتیش نکه. لا یطلع نبی مرسل ولا ملک مقرب. اگر خطا نکرده باشم، اگر لفظی سخن حضرت علی رضی الله تعالی عنه را گفتن که این یک سیری از اسرار الهی است که ایرا تفتیش نکه یگان نبی مرسل و یگان ملک مقرب از این خبر و آگهی ندارد. یعنی وظیفه ما، وظیفه انسانیت عمل کردن از چنانچه در حکایه باشد یا که در قوم‌های پیشین گذشته است که نفری را می‌بینند که بالای یک سنگ عبادت میکنند، یک هاتف آواز میدهد که اینقدر عبادت میکنی، اینقدر زحمت میکشی که مکان تو جهنم است. در جواب میگوید که من به این باکی ندارم که من به جهنم میروم یا به جنت میروم. وظیفه من همین است که امر خداوندی را به جا بیارم. مرا خداوند امری به نماز کرده است، نمازم را میخوانم و کجا به جنت رفتن یا به جهنم رفتن او در اختیار من نیست، در صلاحیت من نیست. و وظیفه من هم همین است که عبادتی یعنی امر الهی را که برای ما امر کرده است باید انجام بدیم. و این چیزی وظیفه هر یک فرد مسلمان همین است که خداوند به هر یک کاری معروف و هر کاری مشروعی که بنده را امر میکند باید که او کار انجام بدهد و در آن قصه پرسپاس یا تفتیش مقدرات نباشد. چون که خیلی که گفتیم حتی حضرت علی رضی الله تعالی عنه اون مرد رو 3 مرتبه از تقدیر پرسید، در پاسخشان همین را گفتند که این یک سیر از سیر اسرار الهی است که یگان ملک مقرب و یگان نبی مرسل از این آگهی ندارد. یعنی وظیفه انسان عمل کردن و انجام دادن دستورات خداوندی است. وقتی بنده را امر میکند که نماز بخوان باید که او نماز بخواند و هر چیزی که او منع کرده است، چیزی قبلا از حدیثی که متفقا علیه گفتیم کار حلال البته در قرآن عظیم شان معین مشخص است، کارهای حرام مشخص و معین است. فرد مسلمان باید که احکام شرعی خود را بداند و طبق آن عمل نماید که چی برای او درست است و چی برای او ناروا است. این وظیفه هر یک فرد مؤمن و مسلمان است که این کار را انجام بدهد و از گفته‌های خداوند منان دور نشود. و این بود که در موضوع نماز مسبوق خانه گفتیم. پیشتر سوال داده بودن که قفامونده مسبوق یعنی طایفه نمازخوان‌ها چند گروه می شوند. از نگاه فقهی ما بینیم منفرد می شود، مدرک می شود، خب لاحق می شود، مسبوق می شود، مشکوک می شود، نائم می شود، محدث می شود. هر یک کدام یعنی احکام های خاصه خدا دارند که در کتاب های فقهی آمده است. اما مسئله لاحق خیلی که اشاره کردن سوالم که بود نفر مسبوق در از نماز 4 رکعت قفا مانده بود. در یک کتاب فقهی آمده است که حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه وقتی که مسبوق شدند با همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز خواندند و بعد از نماز خواستن مسبوقانه مابقی نماز را ادا کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه پرسان شدند که چی شد که مسبوقانه ادا کردی؟ پیشتر در ابتدای اسلام وقتی که نفری که از قفا میمونه از نماز اول او را ادا میکرد بعدتر با جماعت شریک میشید. حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه گفتند که یا رسول الله در قول با شما مخالفت نکردم، نخواستم که در فعل هم با شما مخالفت داشته باشم.
و این رفتار حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه برای پیامبر صلی الله علیه و سلام بسیار خوش آمد و پیامبر صلی الله علیه و سلام گفتند که حسنه ای که حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه انجام داد شما این را پیروی کنید. و آن وقت یعنی این مسبوقانه بعد فارغ شدن امام از نماز ادا کردن با امر رسول اکرم صلی الله علیه و سلام و با فعل معاذ رضی الله تعالی عنه برای ما فریضه شد که یعنی وقتی که انسان مسبوق میشود از نماز خفا میموند، وقتی که امام سلام داد مبقی نماز را همچون شخص منفرد باید انجام دهد. البته لاحق باشد اگر او کسی است که او در حکم مدرک است، یعنی حکما امام با همراهی او وجود دارد، او یعنی برای او نه سجده سهو است و نه قرائت است، همه یعنی اون چیزی که در نماز است و همچنین که مدرک از خفای امام نماز میخواند شخص محترم یا مقتدی مانند هم حکم همون است، فقط مسبوق حکم منفرد را دارد، باید که نماز را مسبوقانه یعنی همچون شخصی منفرد و اگر سجده سهوی هم برای بازی می شود سجده سهوی را انجام می دهد و تمام احکام چرا منفردانه همچون شخص تنهاگذار انجام می دهد. و این احکامی بود که در باب یعنی مسبوق یا اینکه لاحق ما گفتیم. البته باز محدث است، مشکوک است، نایم است، اینا احکام‌های علاهیده خاصه خود را دارند که در کتاب‌های فقهی اینا همه بیان شده است. و نگفته نماند که در مذهب امام ابو حنیفه یا که در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متابعت کردن مقتدی، این هم سوال بود پیشتر که در مذهب ابو حنیفه متابعت امام واجب است. البته ما در نماز هم متابعت داریم و هم موافقت داریم و هم مخالفت است. در نزد ابو حنیفه نزد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متابعت است. معنی متابعت همین است که لحظه بعد از امام انجام داده میشه، یعنی چنانچه امام وقتی که در راه اکبر میرسد مقتدی از حمزه الله آغاز میکند، اما در ابتدا باید که موافقت باشه، یعنی موافقت برابر امام انجام دادن، یعنی برابر امام انجام دادن. در نزد امام شافعی رحمت الله علیه موافقت است و نزد ابو حنیفه رحمت الله علیه متابعت است و مخالفت است. مخالفت می شود که اگر مخالفتی که پیش از امام به سجده برود یا پیش از امام بر رکوع رود، البته این کاری ممنوع است یا به اصطلاح فقها این را حرام میگویند، اما مخالفت می شود که به عذر می شود، چنانچه می شود که حالت ازدحام است، مردم زیادی هست، جای سجده کردن نیست، اینجا ذره تأخیر میکند، این یگان کراهیت یا که نامشروعی ندارد تا اینکه جای خود را بگیرد بعدا اون سجده خود را انجام بدهد. البته خیلی قبلا هم گفتیم در شرایط فعلی هر یک احکام ها با تمام زبان ها و طبع و نشر میرسند. انسانی که غمخواری برای خود، غمخواری برای دین خود داشته باشد، در کوشش میکند، سعی میکند، تلاش میکند تا اینکه احکام های دینی خود را بیاموزد و خود نماز خواندن و انجام دادن عبادت های این غمخواری به خود است و غمخواری به دین خود است. حکیم ثنایی غزنوی بسیار خوب گفتند که هم عصر با شیخ سعدی رحمت الله علیه بودند. در کتابی در رساله نام حق می‌فرمایند غم دین خود که غم دین است، همه غم ها فروتر از این است، غم دنیا مخور که بیهوده است، هیچ کس در جهان نیاسوده است. ما ببینیم فقط چیزی که ما را همراهی میکند این عبادت ما است و هر چیزی که از ما باشد در دنیا میمونه و مالکیت انسان مالکیت نسبی است. انسان مالکیتش مالکیت مطلق نیست، یعنی هر جا که وقتی که انسان چشم میپوشد با خود هیچ را بردن نمیتواند. از این معلوم میشه که
مالکیتش مالکیت مطلق نیست، مالکیت نسبی است. بنابر همین در آخر از خداوند ممنون دعا میکنیم که همه ما و شما رو برای راست، برای صراط المستقیم هدایت بفرماید و عمل کردن رو در کارهای شرعی نصیب روزی بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.